سلام و جشن استقلال مبارک. طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 9 سپتامبر همراه شما. در تاجیکستان امروز 23مین سالگرد استقلال کشور را تجلیل کردند. به مناسبت این جشن در تاجیکستان روزی تعطیل اعلان شده است و در سراسر کشور مراسم عیدانه و نمایشگاه‌های گوناگون صورت گرفت. 23 سال پیش بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی در سال 1991 تاجیکستان روزی 9 سپتامبر خود را کشور مستقل اعلان کرد، ولی بعد 8 ماه به گرداب جنگ خونین شهروندی کشیده شد و در این جنگ 5 ساله که سال 1997 به پایان رسید بیشتر از 100,000 نفر کشته شدند. و قرار است ضمن سفر رئیس جمهور چین به تاجیکستان بنیاد شاخه لوله گاز بزرگ آسیای مرکزی چین شروع شود. سی جین پینگ رئیس جمهور چین روز 11 سپتامبر به دوشنبه می آید. مقامات تاجیکستان گفتند مراسم آغاز بنیاد لوله در روستای چارگلتپه در ناحیه رودکی روز 13 سپتامبر برگزار می شود و در این مراسم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سی جین پینگ شرکت می کنند. سید احمد شراف‌الدینов رئیس شرکت تاجیک ترانزگاز روز 9 سپتامبر در این باره به رادیوی آزادی گفت: تاجیک ترانزگاز در یک جایگی با شرکت تین‌سی تأسیس شده. در همه صف‌ها اشتراک در همه صف‌ها در همه جریان خرید. این لوله گاز 400 کیلومتری خط چهارم لوله عظیم گاز آسیای مرکزی چین است. با گفته حکومت با اجرای این طرح به اقتصاد تاجیکستان 3 میلیارد دلار سرمایه وارد می شود. ساختمان این لوله باید تا سال 2016 به پایان برسد، اما تاجیکستان حق ندارد از این لوله گاز بگیرد و فقط برای ترانزیت آن باج می ستاند. باستانشناسان تاجیک میگویند هنگام حفریات در ناحیه فرخار در جنوب کشور یک جسد بزرگ و پیکره‌های خرد بودایی را پیدا کردند. عزیزالله مرادوف مدیر آثارخانه فرخار روز 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این جسد که در برش آینه و خنجر یافت شد ظاهراً پیشوا و یا جنگاور شناخته در همان زمان است. حفریات در محل فرودگاه قدیمی فرخار 2 سال باز ادامه دارد و در آنجا تاکنون خرابه‌های آتشکده و خم‌های بزرگ پیدا کردند. باستانشناسان روس نیز در این حفریات در فرخار شرکت دارند. در آستانه جشن استقلال تاجیکستان مسابقات فوتبال بین مهاجران و تاجیکان مقیم مسکو برگزار شد. در بازی نهایی که در میدان ترپدوی پایتخت روسیه صورت گرفت، دسته بام جهان جای اول را سزاوار شد و جایزه پولی سفارت تاجیکستان در مسکو را از آن خود کرد. از این پیش در روز 6 سپتامبر در مصر نیز مسابقات فوتبال میان تاجیکان برگزار شد. در این مسابقات 10 دسته شرکت کردند و صاحب جایزه های سفارت تاجیکستان در قاهره شدند. و اخبار و عکس و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.